بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. اسم ذاتی خداوند. سوال: نام ذاتی خداوند متعال چیست؟ جواب: نام ذاتی خداوند متعال الله جل جلاله است که آن را اسم ذات و اسم ذاتی هم میگویند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. بگو وی الله یگانه است. سوال: علاوه از لفظ الله جل جلاله نامهای دیگر خداوند مثل خالق، رزاق، عالم، علیم، قدیر، غفور، شکور و غیره را چی میگویند؟ جواب: علاوه از لفظ الله جل جلاله نامهای دیگری خداوند را نام صفاتی میگویند. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. از آن خداوند است نیکوترین نامها، به آن نامهایش ندا کنید.